تا حالا شده اونقدر درباره کاری فکر کنی که دیگه انرژی برای انجام دادنش باقی نمونه؟ این همون چیزیه که بهش میگیم فلج ذهنی یا همون اوورتینکینگ. تو این ویدیو میخوام بهت نشون بدم چطور ذهنتو خاموش کنی و وارد عمل بشی، حتی اگه هنوز همه چیز کامل نیست. ما فکر میکنیم با فکر کردن زیاد داریم آماده میشیم، اما واقعیت اینه که بیشتر مواقع داریم از عمل کردن فرار میکنیم. ذهن ما دنبال اطمینان، دنبال کامل بودن، اما زندگی واقعی منتظر کامل بودن نمیمونه. بیا با هم چند تا راهکار رو شروع کنیم. اول اینکه هر کاری که کمتر از 2 دقیقه وقت میبره رو همین الان انجام بده. این خودش یه شروعه. و اینکه فقط 5 دقیقه زمان بده برای فکر کردن. بعدش تصمیم بگیر، یا انجام بده یا بیخیال شو. انجام شده خیلی بهتر از کامل نشده است. همیشه میتونی بعداً بهترش کنی، ولی اگه هیچ وقت شروع نکنی هیچی عوض نمیشه. حالا بیا تمرینامون رو عملی کنیم. فقط به یه حرکت فکر کن، نه کل مسیر، فقط قدم اول. اگه میخوای بنویسی فقط یه جمله بنویس. اگه میخوای کاری رو شروع کنی فقط ابزارش رو آماده کن. حرکت اول جادوییه که ذهن رو میبره از فکر به انجام. اگه ذهنت مدام مشغول فکره، بدون که تنها نیستی. ولی با چند تغییر ساده میتونی ذهنت رو مدیریت کنی و بالاخره کاری که میخوای رو شروع کنی. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و حتما تو کامنت ها بنویس چه کاریه که مدت هاست فقط داری بهش فکر میکنی اما هنوز شروعش نکردی.